غیر امکان است. این همون کمیسری است که از پسم بود. اینجا چی کار داشته باشد؟ یا کی بودنی مرا فهمیده است؟ چی؟ چقدر دختری بیروی هستین. مثل که این رو در کجای دیدم؟ همینش نمی رسید. خوب، ولی چرا با من عجیب نگاه دارد؟ یا اینکه از من شبهه دارد؟ ای چی نگاه داری؟ چرا نگاهت کنم من؟ او مراد کمیسر، تو رو کدام شمالو با اینجا آورد؟ پدرم گفتم باور نکردم. همکار سازی؟ کمیسر زباید، تو اینجا چیکار میکنی؟ همینجا زندگی میکنم. اینجا زندگی میکنی؟ چی؟ هر دویشون کمیسر بودن؟ همینش نمی رسید. ای همکار، با محله ما اومده و یک دهن گپ نمیزنی؟ شکر خدا که پدرم به تو خانه اجاره داده است. پدرت گفتی؟ همون خانه فروش پدری تو بود؟ آها، پدرم دوملازمی دیوانه در اصل پدری من نیست. پدری خدا رحمتی کمیسر زبید است. به خاطر که هیچ کس سر و اسرار بین من و شادی چرا نفهمد، من ترجمه حال کمیسر زبید رحمتی رو خوانده عیناً مثل او زندگی دارم. هیچ باور نداشتم که روزی میرسه که دوملازمی دیوانه رو پدر میگویم. توبه توبه توبه. مادامی که پدری تو خانه فروش بود، چرا من در مهمان خانه می ایستادم؟ بین گپ زنی نه. آخر من ترا نگفتم که بیا بریم در محلمون یه خونه تیجد میاوم. رفتیم در این خونه سر یک پولچو چق چق میکنیم جورا. در خانه وقتم نشد قطع شما شناس شو. مثلا من زبید، کمیسر زبید. زینب شنلی شد هستم. ممنونم. با فکرم خطی مراد کمیسر شناس شدید نه؟ متاسفانه شناس شدیم. متاسفانه؟ بله شناس شدیم. او هم مثل شما جنتلمنی عالی است. تشکر عزیزم. خد بیاد در این خانه صحبت میکنیم. میروی. مراد نکی عروس حیوانی بده؟ کی؟ ینگت آخی. همین دیوانه زیباست؟ به اخی ینگت خیلی گرب نزن. لیلی را با چشم مجون نگاه. سرسته نگو، گویا که زیبا رو ندیده. ای با کجا اومدمی؟ در یک خانه دو کمیسر بوده است. خیر، مسئله خانه کمیسر مراد را حل کردیم. خانه زینب دخترمان هم حل شد. اکنون وقتی با آخر رسیدن این کار آمده است. زینب دخترم، شما یگان مشکلی ندارید؟ مشکلی؟ یعنی یگان دوست داشته دارید؟ نه جناب، دوست داشته ندارم. شما چرا پرسیدید؟ مراد کمیسر، تو را نمیپرسم. این هم تو زن نداشتی؟ من از پشت کاروبار حالا هم خانه‌دار نشدم. تولین جان، خونی من نسبت این دو جوان در جاش آمده است. دلم راضی نمی شود که اینها تنها باشند. میگویم آنها را خانه‌دار کنید. آهسته چیکار میکنید خانم؟ لطفاً آهسته تر. بخشش ناگهان شد. نه، باز فهمیده کردنی بودی. جناب عزمی، لطفاً، یعنی من با همین خانم خانه‌دار شوم؟ گویا که من با تو خانه‌دار شدن میخواهم. حاجت به نامزدی نیست آخر. حاضر نکاح میکنیم. جناب عزمی لطفاً بس است. تو هم عروس را دیدی، باز چی میخواهی؟ از این زیباترش را نمیابی. چی گپ است؟ خدا نشان ندهد. چه خیلی خدا نشان ندهد؟ اصلا تو بروی من موافق نیستی. انا همیخل عشق بزرگ با نفرت آغاز می‌یابد. دیونواد بچه خط ازم بده. زینب کمیسر مراد نمیفروخی، نمیفهم. خاموش! گپ زن شدی بی تربیه. در بالای گپی پدرت گپ نزن. ای عزمی جان، آرام شو لطفا. عشقم. کمیسر مراد، از زینب دور باش، نمیزیبد. وای، او کمتر دیوانه است. اصلا کمتر نه. پورا دیوانه است. دیوانگیش کپیده است. طاقت کن میلش. خانه‌دار میکنم. عزمی جان لطفا آرام شو بینشی. آخر هر دویتان تنها هستید. در خانه‌دار شدی رحمت است. هم مجردها را خانه‌دار کردن ثواب است. همین خیلی است پدر جان. خاموش! گپ نزنید. خاموش! من دوست داشته دارم. من هم دوست داشته دارم.
نداشتید کو؟ معلوم که داشتند ازمی جان، هر دویشان دوست داشتند. یعنی از تو شرم کرده گفتن نتوانستند. بعدن البته که تو مجبور کردی دیگر طاقت نکردند و گفتند. آرام شد. من به دستشویی روم. رفتیم جای دستشویی نشونه بدیم. نه تو زحمت نکش، در کجا بودنش را بگو بس. در دوی ماشینه. کمیسر بخشش میپرسم. اهمیت نده مایل است. مهم نیست همکار. این آدم دیوانه بوده است. مرا با این دختر دیوانه خانه‌دار میکند. دیگر کار ندارم که با این خانه‌دار میشوم. خیر همینجا هست به فکرم. با اجازت شما من به حجره می روم. خراجات توی است حسابی من. راحت باش دخترم. ای ازمی جان، بس است آخر. دختر دوست داشته دارد، مجبورش نکن. به شما اشتیایتم. تشکری زیاد. از این دختر خوشم آمد. مراد کمیسر را به این خانه دار میکنم. کافیست. پدر، همون دختر دوست داشته داره. دروغ میگوید. مجبور شد. هیچ کس ما را فریب داده نمیتواند. سرم درد کرده ایستاده است. تو اینجا چیکار کرده ایستاده‌ای؟ در دستشویی بودم. در حجره من چی میکوبی؟ وای معذرت میخواهم، من حاجت خانه میکافتم، اشتباها در آمدم. حاجت خانه میکفتی؟ در مقابلت کودک هستم که فریبم میدهی؟ در حجره هم چیکار میکنی؟ چیکار میکنم در حجرت؟ گفتم که خطا کرده در آمدم. بیرون برو. میبرایم، نخوردم حجرت را. ایبا بیرون برو. درهو. بسیار خوب. دردی سر شده؟ چرا به حجره من در اومده باشد؟ یا اینکه فهمیده است که دختری نقاب دار هستم؟ اینه اگر میفهمید که ها دستگیرم میکرد. باید باز هم با دقت‌تر باشم. همکار بخشش پدرم کمتر سخت گرفت. مشکلی نیست همکار، زق نشو. خیر من به امنیت میروم. من هم با تو میروم. جورا رفته یک جا آدم های انبار رو به گپ میداریم. خوب میشود. باید آنها را به گپ درآوریم.
آنها میدانند که دختر نقابدار در کجا پنهان شده است. رفتیم. بیا رفتیم. این آدم از پس چی باشد؟ ابله ما ایستا گفتم کجا میره تو؟ این تازه گفتنی گپ نیست. تازه نه. تازهش ایناییه. ایش بیس میشه و حیوانی چیه؟ استو چیسته؟ اسمس کن دخترکا برویا. می نویسم؟ تیسر نویس یادش کدم. ها اپا بچه ها در حوالی هستن. چی؟ پدرم باز نشنود. خم میشم خیلی دستا بگه حیوان. اگر از میفهمد که ما با دخترانش وا میخوریم انیق میپراند ما. از میپرانه مایلش کمال سیاف هم اگر کمال سیاف پرانده نتواند زباید انیق میپراند. چه زورم اگر ما را به قپه اولادی میپراند. تو حیوان چه خیلی گپ زدی؟ ما اینجا مردنی اومدیم حیوان. شوکت مرا نترسان مرا. دیگه خیلی فکر رو بد نگو احمد. دیگر نمیگویم. انا جیگرک اومدن. خدا سختی بجز کدوم اصلا. من هم تو رو یاد کردم شوکت. مگر ما همیشه پنهانی ما میخوریم؟ کی از پدرم خواستگاری میکنی؟ وقتی که بمره. تو چی گفته ایستاده ای؟ رفته در بالای گروش به صدا خواستگاری میکنم اصلا. در زندگیش خواستگاری کنم به خدا هیچ وقت روزی نمیشه. وای ابله ها، وای احمق ها. مگر من این را از شما نپرسم؟ بدوز مرا سمی. باید جای دور رویم. من از تو جدا زندگی کردن نمیخوام. چیکار کنم؟ دوستم مگر؟ باید دهه لای بحر رویم. تو آنجا ماهی میداری. من باشم برای تو خوراک میپزم. من ماهی میدارم. این چی خیلی میشود؟ خوب میشود. من اینش رو نمیدونم شوکت. مرا از پدرم خواستگاری بکن. جانم چرا مرا نمیفهمی؟ اگر خواستگاری کنم او دیوانه مرا میپرونه. جانم تو پدرم رو خطا شناخته ای. او کسی را آزار نمیدهد. پدری تو؟ بله خودش از پشت یک زنی خود پیسند است. باز با یک پسر و دختر ناشناس شده آنها رو خانه دار کرده نیست. خیلی خانه دار شدن بعد؟ نه آنها دوست داشتند. دختر ما مردیم در اینجا در حق زنگیری چون ما را خانه دار نمیکنه؟ بله. دختر حوز من تکلیف خانه دار شوی نکردم. تو چی قطعیز بله گفتی؟ آخیران دایتان را خانه دشمن ها. صلحیه نازیه بزمید. التماس جان در زمین نشنی بود. پس تو پینها شما یه عاشق سیاس همی گفتم که بیامی کارو نکنید. ای بدبختان از پشت دخترهایم بیرون شاید. حیاتا مرا بیدوست. من با شما به یک گلابی نشان ساتی میدهم. بیارم. تو با من ماهی دوری رو می‌آمیزونی. مرا گو با شوکت از گپی پدرم نمیبرم. آخه پدر شدن نمیخواهم. امروز آخه پدر شد من گناه تا به کلا میگیرم. التماس مرا باش سمی. من از گپ پدرم نمیبرایم. همین رو گوش نکن آخه. شما چگونه مرد هستید که در پشت دخترها پناه رفته. استاد شوکت ابله‌ها صلحیه ما اینجا بیایید. ایستید. با شما را پرون چی؟ کلمه شهادت را بخوانید. صلحیه نکست. با آن دنیا تنها نروید. ها اگر ندانید من به شما یاری میدهم. اشهد الله. بخشیشم که من کلمه شهادت میدانم. تمام تیار باشید. پدر جان این کارو نکنید. در این سن سال به محبس نروید. ها در محبس پوسیدن مردنتان رو نمیخوام پدر جان. آنها رو نپرونید. ای چرا پرانم؟ تو را پرانم؟ او را پرانم؟ ها بگه. نه اقلا سمی رو نپرونید. شوکت رو پرونید. تو چی گفته ایستاده ای؟ چرا شوکت رو پرونند؟ بگذار سمی رو پرونند. تمام. خلاصه کی را پرانم؟ کی را نپرانم؟ از شما بپرسم.
تمام دست کشیدم نمیپرانم نمیپرونی؟ نمیپرانم ای سمی مبارک شما نمیپرونه اکا شوکت موسیم دهیم تبریک شوخی کردم کاری لاستیزم من کجا میکنستم نپرانم اکا کانون التماس مورو نجاده از او کی هست؟ عزم دینا لعنتی من به شما نگفتم که از دختری او دست کشید. رو چیکاری که میخواهید کنید؟ نامردی کردی اکا رو یاسایش بپرانم کی رو میپرانی؟ همون بیلاموز ها را پرانی شکار پراندگی خدا چی نپستا شوکت ایستا دم حکمیم پایم اون رو باید کنم کجا میپری تو؟ ایده اون رو باید خواه شوی میپریم شوکت صفت نگو خواهر عروس ما تقلید کردم به معنی نبود ایش به معنی های بدتری آب غرق شدن خوب شدن دیگر شما را ناراحت نمی کنم غرق شدن هش دارید بخواه نمی رویم رفتیم گفتم شوکت صدای چیست؟ پرنده؟ کدام پرنده؟ پرنده سرخور؟ اصلا این نموده پرنده های بدبخت را کشتن لازم. پدر جان پرنده خور رو نپرانید. پرنده پراندن گناه است. ها پدر جان گوش کنید صبرهایتان کم می شود. خاموش گفی پدر جانو نکن. پرنده های بدبخت را بپرانم. وای ابله گوره شوکت گوره پدر جان نپرانید پدر جان نپرانید پدر جان نیستید. بچم در خانه نان نیست نان بخر بیو. مایلش مادر جان از مسجد آمده میگیرم. سلام علیکم. علیکم سلام. چی شد؟ یگان پیشروی هست؟ نه یعنی تو دانی و خدا در این زمان گهواره بچ گفتنی چیز مونده است؟ کار تو دشوار است داملا. خیر میبینیم. مایلش شماد بخیر. با تو هم بخیر شود. خوب هستی زینب جان؟ رحمت جانم بسیار خوبم. در خونه شما خود رو تنها حس نمیکنم. تو چه خیل هستی؟ مادرت گفت که به نزدیکی نامزد میشوی؟ تو بسیار زیق می نمایی. یگون مشکلی هست؟ یک نامزدی دارم که خودم نمیخواهم. خودت نمیخواهی؟ تو برای دختری زمانوی چی خیل با آدمی که نمیخوای خونه دور میشوی؟ در این 2 سال از سرم چیزهایی که نگذشت. اگر خوی نقل کن. حکایه دراز است. یگو وقتی دیگر نقل میکنم. میلش میشود. به هوای تازه میبریم. میلش رفتیم.
چی گپ است؟ صدای تیر از کجا آمد؟ جناب هجوم کردند. چخیل هجوم کردند؟ کی جرأتی به ما هجوم کردن را دارد؟ شما را در حال بالا میبرم، زود باشید. به خانه در آمد. چی در آمد؟ به خانه من چخیل می در آید؟ چخیل سلاح را با من ده. چهارده تیر خالی کردی. تو کی هستی؟ هیچ کس نیستم. از من چی میخواهی؟ جانت را. گوش کن، اگر به من ضرر رسد تو را زنده نمیمانند. از سود گریخته میتوانی، اما از عدالت من اصلا. گوش کن دوستم، یا نصیحت میکنیم، هر چیزی که میخواهی بگو میدهم. جانت را. برادرانی در جهنم بودت را سلام بگو. پروا نکن، بسیار تنها نمیمانی. همه اشان را به نزدت میفرستانم. نه این کار را نکن. خوش. کاری تو تمام شد اولاد. اکنون رفته دیگر ماشین را گیریم. بعدا میفهمیم که چی گپ بوده است. آها، اینها را ببین، قریب فراموش میکردم. انا این گپی دیگر. شدی چه کامرا نظارتی را چی بالو زد؟ همکار طریق رادسین خبر را شنیدم. چی گپ شده است؟ کسی اینجا رو به قبرستان تبدیل داده است همکار. با فؤاد گونلوغلو 15 کس مرده است. فؤاد گونلوغلو؟ همان نفری که سود آزادش کرد نیست مگر؟ آن همان. این را کی کرده باشد؟ یگان مافیا قصد گرفته باشد چی؟ نمیدانم. همین را میدانیم که از آدم بدبخت تمام مافیا میترسیدن. خوب یگان فکر داری؟ هیچ فکر ندارم. تخمین میکنیم که این کار را یک آدم میکنه. اگر همین خیل باشد در مقابلمون یک قاتل پروفسیونال است همکار. هوشیار شدن در کار. هیچ چیز نیست. همه کامراها رو بیکار کردن. ایزی انگوش هم نگذاشته است. یگان شاهد نیست، یگان زنده نیست. اینه کار دشوار است بگو. جنگاور، اژدها، دختری نقابدار بس نبود که باز این خیالی آدم کش پیدا شد. ما آرامش نداریم که همکار. تو اینجا چیکار میکنی؟ من خودم حل میکنم. میتوانی روی؟ خوب نباشد. خیر برای کار. آباد باشید. خیر پگاه میبینیم.
امشب درباره هیچ صحبت نمیکنیم. یک اعضایمان فؤاد گلن آغلو کشته شد. باید قاتلش را یافته در حال جزا دهیم. کی کشته است میدونید؟ نمیدانیم. کی جسارت این را دارد؟ این بی‌معنی است. آدم هایی که در امنیت و استخبارات داریم هیچ چیز را نمیدانند. هیچ کس معلومات ندارد. یعنی از پس خیالمان هستیم. هر چه زودتر دانستن لازم که رفیق ما را کی کشته است. اژدهای سرخ را در حال به اینجا دعوت کنید. модар чаро маро ба худат ҳамроҳ овардия? ман як кор доштам. чӣ кор доштӣ? боз бо ҳамон бачаи муаззин во мехӯрдӣ? не модар, ман бо як дугонаам бояд во мехӯрдам. бин санам, охирон бор мегӯям, он бачаро фаромӯш кун. ман барои ту як мувофиқашро меёбам, қавл медиҳам. аммо ман ҳиҷриро дӯст медорам модар, ту ҳам инро медонӣ. дӯсташ надор духтарам, вай муаззинро дӯст надор. гӯш кун, на оилааш ба мо мувофиқ аст, на бача ба ту мувофиқ аст. бе ин ҳам гаворабахш доштааст. гаворабахш? ба ту нафрат дорам иҷрӣ. кани биё. уф модар, ман туро инҷо мунтазир мешавам, ту худа даромада харид кун. бе ин ҳам асабӣ ҳастам. ё худоё, зуд чеҳраатро туруш накун. ту ба беҳтарин ҳо лоиқ ҳастӣ. бовар кун духтарам, ҳамин ҷоист. санам чӣ аст? чӣ хел ҳастӣ? аз он ҷо чӣ хел менамоям аҷабо? чун ҳамеша бисёр зебо менамоӣ. ту маро масхара карда истодаи чӣ ҳиҷрия? ман чӣ гуфтам санам? чӣ шудааст? ту бо ман гап назан, фаҳмидӣ? ту рафта бо вай гаҳворабахшат гап зан. кадом гаҳворабахшама? бубин ҳоло ҳам гап мезанад, ҳоло ҳам гап мезанад. лутфан санам, чаро ин хел мекунӣ? ҳам ту худат танҳо чӣ кор мекунӣ дар назди мағоза? модарам дар дохил аст, ӯро мунтазирам. бе ин ҳаман чаро ба ту ҳисобот диҳама? модара дар мағоза аст? бале. модари ман ҳам дар мағоза аст. чӣ? модара дар мағоза аст? ма бача ва духтари ман бачаи туро чӣ кор мекунам? воида биёен, марзони хоки сияш кардем. بیاین ویران نشید ایالی بیاین. چی گپ باشه؟ این چی موی دوده؟ این اوزی روسیه کن. همسایه‌ها میشنوند دختری؟ آرام شوید مادر، از بحر خدا. من دختر ترنج کارش میکنم. دختر خدا چی گپ هست اینجا؟ ایره شما پرسیدن در کارای یا اینکه شما باز از پس دخترم هستید؟ ما دختری به هنری تره چیکار میکنیم؟ چی؟ ما دختری به هنر در کار. ما این بچه را گاهوره بخشیشم ایتون. کدام گاهوره بخش؟ مامان گوش کن. با پسرت بگو دیگر از پس دخترم نشد، فهمیده؟ تو چی میگوی؟ با پسرت بگو. تو ماذا تهدید میکنی؟ تهدید میکنم. از این پس تو نه، پسرت از پس دخترم نمیشد، فهمیدی؟ یک تد نزن. ملیس، تو اکرم رو که دوست داری چرا قبول کردی که با برق خانه‌دار شوی؟ با تو چی نازیه؟ معلوم است که ملیس با جای عشق پول رو انتخاب کرده است. اکا؟ کمال؟ دخترها مرا با ملیس تنها گذارید. اما اکا، پدرم بیند بسیار بد می شود. دخترها
با شما گفتم روید. اگر پدرم آید ما به تو خبر میدهیم. آفرین خواهران دونوی من. کمال تو در اینجا چیکار میکنی؟ بیرو از اینجا زودتر. با خانه درآیید گفتم. با تو باید صحبت کنیم ملیس. دیگر چیزی گفتنی نمانده است. وای ملیس، ما یکدیگر رو دوست می‌داریم. چرا این کارو کردی ها؟ تو با او خانه دار نمیشوی. اصلا اجازت نمیدیم. کمال کافیست میگویم، کافیست آخر کافیست. زود رو از اینجا. ای ملیس، من از تو هرگز دست نمیکشم. لازم شود تو رو میدوزم. وای اینجا چیکار میکند؟ باز یگان دیوانگی نکنی، فهمیدی؟ خواهش میکنم. من برای تو شده به همه کار دست میزنم. هیچ کس مانع نمیشه. کمال سیاه چی خیلی دیوانگی میکرده یا؟ تو بین هم دیوانه هستی. چی میخوای از دخترم؟ از پشت تو شده اژدها گفتنی آدم قریب دخترم رو میکشت. دفع شو از اینجا. منتظری چی هستی ها؟ گوش کن، پدر و عقت رو جیغ میزنم. دفع شو از اینجا. ملیس چرا رهایت نمی کند؟ این از تو چی میخواهد؟ آخر به نزدیکی نامزدی میکنی. مادر کافیست، مادر دیگر گپ زدن نمیخواهم. بسیار خسته شدم. کافیست. همکار یک پیاله چای نوجوش اومده در چخیلی. نه رحمت همکار، من میروم. نه آدمی نکن مراد، بیا بفروی پیاله چای میگیریم بعد میره میده میده. بیا بفرو بیا. خوب میلشین خیر باشد. کمال در اینجا چیکار میکنی؟ با پیش ملیس اومدی؟ با تو دخل نداره لکه. دادرم تو دیوانه هستی. پدرم چند بار با تو گفت که از ملیس دست کش. او با دیگر کس خانه دار میشود. باز یگان دیوانگی نکنی بی عقل. بدبخت میگو یک کارانه که برخست میکنن. یه حیوان حالی شتای گوی مردگی را نخورد است. اوف، نصف روزی شده است. چقدر خوابیده اما. باز همون کمیسری بی شرم آمده است. از حادثه کشتار شب گذشته یگان معلومات پیدا کرده؟ هیچ نیفتیم. عجیب است. شنیده بودم که در پشت فؤاد بسیار آدم‌های با قوت است. همکار ما هم شنیده بودیم که از یک گروه متشکلی مخفی بوده است. اما هیچ معلومات به دست نآوردیم. معلوماتی نیست. کارمان دشوار است. البته همکار یگان معلوماتی نداریم که او را کی کشته است. پیش از این یگان کاری کرده است یا نه هیچ معلوماتی نداریم. خدا میدونه. این کار رو اژدها نکرده باشد همکار؟ تو باوری نداشتی که اژدها زنده است کو؟ اگر اژدها زنده باشه کارا بس میکنم. میرم در دهقان بازار ارابکش میشم.
تو را بسیار یاد کردم. من هم تو را. نهایت گروه اجازه داد که تو برگردی. اگر کارشان نمی‌افتی دعوت نمی‌کردند. میخواهند تو قاتل فؤاد را بیابی. از جنگاور حالا هم یگان خبری نیست؟ جنگاور گفتی؟ حالا از پسی او هستی؟ او مرد؟ جنگاور نمرده است. چی خیل نمرده است؟ 2 سال است که نمی نماید. نمرده است. میخواهد که من پیدا شوم. از جنگاوری که 2 سال پیش مرده بود کارهای مشکل تری داریم. مثلا دختری نقاب دار. دختری نقاب دار؟ بله، از پسی تو است. باز یک کمیسر است. که بوده است؟ کمیسر مراد. در همه جا تو را میکابد. فکر میکند که تو نمرده ای. ҳиҷрӣ, ҳоло ҳам дар бораи гавҳорабахшат ба ман нақл накардӣ? ё ин ки аз ман чизеро пинҳон мекунӣ? охир санамҷон, вай мавзӯи муҳиме нест ки онро ман ба ту нақл кунам. чӣ хел муҳим набудааст? охир ман нав таваллуд шуда будам ки модарам ва холам ин кори бемаъниро барқарор кардаанд. хайр, баъд ту чӣ гуфтӣ ҳиҷриҷон? чиро чӣ гуфтам? ту ҳам бо вай духтар хонадор шуданро қабул кардӣ? бо кадом духтар? охир бо он духтари гаҳворабахшад. охир аз барои худо ман бояд чӣ мегуфтам? ман нав таваллуд шуда будам, 1 соат шуда буд. ҳоло навзоди майдаҳак будам, маро меҷунбондам. яъне ман хурд будам ки бо духтари холам гаҳворабахшам кардам. тамом. не охир ту мегӯӣ ки бо духтари холат гаҳворабахшат кардан худат хости ё не? тамом ҳиҷрӣ, тамом. ҳиҷрӣ, чаро дар бораи гаҳворабахшат пештар ба ман нагуфтӣ? охир то дирӯз дар фикри худам ҳам набуд. ҳам агар мегуфтам чӣ мешуд? ақаллан медонистам ман ҳамин хел не? санамҷон, бидонӣ чӣ мешавад? чӣ бидонӣ, чӣ надонӣ, ҳеҷ чиз тағйир намеёбад санам. бошад ҳиҷрӣ, аз ин пас ҳеҷ чизро дигар аз ман пинҳон намекунӣ, фаҳмидӣ? фаҳмидам. масъалаи гаҳворабахшро ҳам инҷоро мепӯшем, дигар инро намекушоӣ. баста шуд. дигар шунидан намехоҳам. намешунавӣ. нагуфтам ки дар бораш гап назан. намехоҳам. чаро давом медиҳӣ? дигар гап назан. аммо худат гап задӣ санам. ту чаро давом медиҳӣ? мавзӯъ баста шуд, тамом. намешунавӣ? уф. ғайр аз ин як мушкили бисёр ҷиддие дорем ҳиҷрӣ. волидонамон хонадор шавии моро намехоҳанд. чӣ кор мекунем мо? яъне бо изни худо ягон роҳи ҳаллро меёбем. охир лозим шавад туро гирифта мегурезам санам. ай майдачаи романтики ман. медуздӣ магар маро? лозим шавад медуздам. мехӯраман туро. ту маро чӣ хел медуздӣ ҳиҷриҷон? бо мошин. мо дар филм бозӣ надорем, дар ҳаёти ҳақиқӣ ҳастем, намебинӣ? бе ин ҳам ман падару модарамро гузошта ба ҳеҷ куҷо намеравам. хуб набошад чӣ кор карданӣ ту? ин кор чӣ хел ҳал мешавад? волидонамро розӣ мекунӣ? аввал ту биё волидони маро розӣ кун. ҳиҷрие, волидони ту ҳаргиз розӣ намешаванд. чӣ кор мекунем мо? мо хонадор шуда наметавонем ҳиҷрӣ. не, ба фикрам хонадорам намешавем. ту фикри бад накун. бо изни худо онҳоро розӣ мекунем. ҳал мекунем ин корро. охир ҷудо намешавем ку санам? албатта ки ҷудо намешавем. чаро ҷудо шавем ки? ғайр аз ин вай бадбахти 18 моро ҷудо карда натавонист. магар волидонамон ҷудо мекунад?
санам, дигар номи вай бадбахтро ба забон наёр. ӯ устодам ва зуҳуроро кушт. ҳиҷрӣ, шояд зиё устодат намурдааст. охир ҷасади ӯро пайдо накарданд. шояд ҳоло ҳам зинда аст. оҳ устодам, оҳ устодҷонам, агар зинда мебуд меомад. ҷанговари бечора, ҳамаш аз пушти он аждаҳои паст шуд. ниҳоят полисҳо ҷасади ӯро пайдо накарданд. 2 сол шуд ки бечора берун намебарояд. агар зинда мебуд аниқ ба берун мебаромад. бо одамҳои бад меҷангид. худо раҳматаш кунад. омин. биё ба масҷид равем санамҷон. майлаш. духтари ниходдор ки будааст? ки буданашро намедонам, вале бисёр хатарнок аст. аз ман чӣ мехоҳад? намедонам. аз куҷо медонад ки ман зиндаам? инро ҳам намедонам. вай полис аст магар? комиссар муродро мегӯӣ? касе ки набошад. амнияту мурдаи гуфта парвандаро маҳкам кард, аммо ин одам омада парвандаро аз нав кушод. чаро? намедонам. ту чиро медонӣ? хайр, аз духтари ниқобдор ягон хабаре пайдо кардӣ? чӣ хабар? шаби гузашта ӯро аз даст додем ку. ту чиҳо мегӯӣ? имрӯз беҳуда гузашт. ту аз паси духтари ниқоб. суруду клипҳои нав ба нави тоҷикӣ. بخورم چرا ندونی دل فیگارم چرا نخونی و خارجی. ویدیوهای پندآمیز. آیا میدانی؟ اجل هم دنبال توست. و سلسله فیلم‌های جدید با صفت بلند. این همه را می توانید از کانال شهناز میدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز میدیا ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید. دور نرفتی؟ تو مرا مسخره کردنگی. وقتی که من اژدها را دستگیر کنم بعد سلامت میدهم. همکار اژدها مانده است مگر؟ مرده رفتم. دیله‌اش رو بیهوده کشیدی. محکم شده بود. این کمیسر چرا از پسی اژدها باشد؟ نام من کمیسر مراد است. در حیات کاریم بسیار دلیل‌های پوشیده دیدم. این دلیل را تا من نگویم که پوشیده شد نمیپوشیمش. تو آدم ناامید هستی. پدرم راست میگوید. تو رو باید درحال خانه‌دار کردن لازم. دختر نقابدار را بزنی میگیری؟ چی؟ با دختر نقابدار؟ بله همکار. رنگ تو میجری قفوش میدوی. انا عشق عاشقی. تو مرا مسخره کردنگی. مسخره کردنگی. زیبا نبود مگر؟ زیبا گفتی؟ چی میدونم؟ روی دختر را ندیدم. اگر میدیدی چی؟ یک دقیقه با اویله شما چی شده است؟ تو مرا با این نقابدار خانه‌دار کردن میخواهی. پدرت با وی بیشرم دختر خانه‌دار کردن است. این فعل و رفتار است که از پدر به پسر میگذرد. نفهمیدم من چی میخواهید شما. مگر با تو خانه‌دار میشوم؟ بیشرم. رفیق کمیسر روز یک گپ میگم دهنت میکنه. این دیوانه پدر من است. در این موضوع بعد گپ میزنیم. زینب زیبا نیست؟ ایمان از برای خدا کجاش زیبا است؟ بیشرم است. این بد اخلاق رو ببینم. شیطان وسوسه دارد که رفته دهانش رو پیش کن. من با عشق و عاشقی کاری ندارم همکار. یگان دختر دوست نداشته؟ من وی دفتر را پوشیدم دوستم. در گذشته از عشق بی‌وفایی دیدی مگر؟ یک چیز را میپرسم.
اژدها با دختر نقابدار دوست داشته باشند؟ همکار است برای خود چی ها میگوید؟ چرا نباشند ها؟ دیدی این طرفش را فکر نکردیم ها؟ شاید باشند. چرا منتظر هستی جانم؟ گروه تو را دعوت کرده است. تاجری نیست، میروم. جنگاور را یافتنم لازم. حالا هم زنده است، حس میکنم. زنده بودنش غیر امکان است. اینقدر باوری نکن. همه مرا هم مرده میداند. اما بین در روبرویتم. از آن روز تا این وقت یکان جنایت نکرد. اگر جنگاور زنده می بود خودش را آشکار کرده نمایان میشد. برای این را فهمیدن تنها یک راهی است. باید آشکار شوم. جنگاور زنده باشد خودش را نشان میدهد. برای گرفتن انتقام کلتکیلس به نزد من می آید. هم کلس هم جنگاور مردن جانم. خودش را فکر نکن. آینده را فکر کن. کلتکیلس زنده است یا اینکه مرده؟ شاید امشب این را میفهمیم. نه جانم نکن. خودت را زیر خطر میگذاری. دختر نقابدار، مراد کمیسر و جنگاور آنها را به یک جا دعوت کرده همه‌شان را بدنام میافتانم. کمال سیاه هم زنده است. او را بگذار. جنگاور زنده باشد این دفعه عمیق میمیرد. درد دختر نقابدار و کمیسر هم چی هست میفهمیم. اما اول خبر دهم که آمدم. کافه تمام شده باشه یک فالت ببینم. نه فال نبین، من به فالهایت هم خوبم. جورا بیا یک فالت ببینم. بچه ها چیکار میکنید؟ صحبت داریم پدر جون. خوب زبای پسرم خیز مسجد میرویم. هجده امر معروف دارد. مالش پدر. کمیسر مراد بیا با ما برویم. با خدا بسیار خوب می شود. امر معروف هجری را بسیار تعریف کردند. امروز نصیب گوش کردن بوده است. هجری جانی ما است. هجری جانی ما است. کجا رفتیم؟ در مسجد طهارت بکنیم. ها زینب دخترم ما با مسجد می رویم برای گوش کردن امر معروف. تو هم بیا. وای جناب من پدر جان شاید خانم زینب یگان کار یگان نقشه دیگر داشته باشد. ناراحتش نکنیم. بله من یک کار دارم. با تو چی کار داری؟ یا خدایا بگذار این دختر هم آید. امر معروف را گوش کرده غذای معنوی میگیرد. خیر نه دخترم؟ خوش ما می رویم. شما باشید از پسمان آید. در راه که آمدید تاریخ روزی تویتان را هم انیق کنید. شما مرا فهمیدید؟ چه خیل؟ آن طرفش را خودتون میدانید. رفتیم. این دیونا گپا نمیگیره. چی نگاه داری؟ چرا نگاهت میکردم؟ من رفته لباسایم رو عوض میکنم. عوض کرده زحمت کش وگرنه خدا میزنه در مسجد. حاضر من به تو زدن رو نشان میدهم. بیا میرویم. چی شده است؟ معقولت شدم. مثل که چیزی نمیرسد. چی نمیرسد؟ طهارتم کردم. روی مالت کجاست؟ خیر البته کسی که نماز نخواند پروای از آن ندارد میگویند. از پسم گپ نزن. خوب اینش می شود.
мешавад. тамом. як мезади маро. парво накунин, ро ҳамиҷо мекунам. ин духтар аз ростӣ девона будааст. шумо ки ҳастед? дар ин ҷо чӣ кор доред? جناب، همه را دیدم. در انبار دیگر هیچ کس نیست. بسیار خوب. جناب، من همیشه با تو صادق بودم. التماس مرا نکشید. وقتی که پلیس ها آمدند فکر میکنند که تو از آنها هستی. بگو که امشب ساعت 10 من در قلعه کران تاریخی در دروازه میشوم. مایلرز. خدا قبول فرماید. اینم را براستی. سلام علیکم. سلام علیکم داماد. سلام علیکم. سلام علیکم. خدا از شما راضی باشد. زبانت خسته. سلامت باشید اکای کنعان. یک موی 40 روز. اکای زبایت سلام علیکم. نظرات خوب است؟ ایران نمیفهمند. باید یک هفته در هیچی نباشد. لبا چی گپ شد؟ در یک انبار پرتافته شده آدم‌هایی را که با شمشیر پاره کردند یافتیم سردارم. با شمشیر؟ بله سردارم. این حادثه چه خیلی شده است؟ آدم‌ها سلاح داشتند ولی خودشان را حمایت کردن نتوانستند. فکر می‌کنم شمشیر زیاد استفاده بردند. باز از بالای آدم‌ها هیکلچه اژدها را یافتیم سردارم. اژدها گفتی؟ بله سردارم. شد تمام به هیچ چیز دست نرساند. حضور ما می‌آییم. با تو گفته بودم که زنده است. مگر آن بی‌شرف نمرده است؟ هجری اون آدم نمرده است کو زنده بوده است؟ نمرده باشد این مراتب من او را میکشم. من یک دقیقه صدقه ها کدام اژدها کسی شمشیر گرد اژدها است کو بریم ببینیم کیه بعدش ما خبر میرسونیم. رفتیم هم کو. سردارم انا هیکلچه اژدها. زنده بودنت را میدانستم اژدها. با یک بودجه اژدها چقدر به این خلاصه آمدیم کن. هر کس میتواند این را اینجا گذارد. نه هر کس اژدها میشود با این بازیچه. حالا هم باور نمیکنی ها؟ زنده بودن اژدها را حالا هم باور نداری ها؟
کجاست اون بیشرف ها؟ در کجا است؟ کمال تو در اینجا چیکار میکنی به عقل؟ اینجا کوچه های محل است مگر؟ در سر ایجاد میکنی زود بیرون برو. کمال از برای خود بیرون برو. یک تاش زنده است زبید، یک تاش زنده است. گبزم من کنی اژدها رو میدونم. فکر کرد که من مردم رهایم کرد. با یک دیگر گپ زده ایستاده بودن شنیدم. امروز ساعت 10 شب در نزد قلعه کرانی تاریخی وا میخورند. خدا لعنت کند. چیکار کردی ها؟ اژدها زنده بوده است. چی؟ همین گفت؟ خیر چی گفت؟ امشب ساعت 10 در قلعه کران وا میخورند. میدانستم که زنده اژدها، میدانستم. همه چیز آماده است؟ آماده است. امشب میفهمم که جنگاور زنده است یا نه. دختر نقابدار و کمیسر چی درد دارند خواهم فهمید. امشب انتقامت را میگیرم یک تایم. این مراتب از دستم خلاص نمیشوی اژدها. امشب انتقامت را میگیرم.
комиссар зубай дар куҷост? сардорам, комиссар омада наметавонад. мо омода ҳастем. тамом, шумо ҳам намеоед. ман танҳо меравам. сардорам, ин хел мешавад магар? амалиёти махфӣ аст, бояд танҳо равам. агар эҳтиёҷ шавад шуморо даъват мекунам, фаҳмо? хайр, барори кор ба шумо. کسی که با تو این کار رو کرد او رو میکشم. تو اینجا چیکار میکنی؟ خوش از تو میپرسم چیکار داری اینجا؟ گفزن حقت رو حلال کن پدر. سردارم، فرمانی درباره کمیسر مراد داده‌تان را اجرا کرده. خیر، چی رو فهمیدید؟ هیچ چیز رو سردارم. غیر از 2 سال این آدم دیگر سرگذشتی ندارد. گفتنی است که همش خیال است. شاید یگان وظیفه مخفی دارد. ممکن است طرف استخبارات به یگان وظیفه واگذار کرده شده شخصیتش را پنهان کرده. وظیفه مخفیش اژدها است؟ نمیدانم سردار. 2 سال پیش جنگاور اژدها را به کرتکل در اینجا افتیده بودند. مراد کمیسر فکر میکند که جنگاور و اژدها زنده است. خب کرتکل چی؟ او هم زنده است. این کارهای بی‌معنی هستند. خیر، ما میرویم.
وای اژدهار زنده است یا مرده رفته میبینیم. فهمیدی؟ خوب سردار، در حال گروه رو میفرستم. برا برادر. برات کمیسر، کی هستی تو؟ پس چی هستی؟ اکنون وقتش رسیده است اژدها. منتظر بودم. این آخرین شبی تو است اژدهار. تو رو میکشم. گبزن، اژدهار کجاست؟ گبزن، اژدهار در کجاست؟ گبزن، اژدهار در کجاست؟ جنگاور، زنده بودنت را میدانستم. این آدم کی باشد؟ جنگاور، تو هستی. زنده بودنت را میدانستم. تو کی هستی؟
تو کی هستی؟ میگویم تو رو نمیشناسم. تو مرا از راستی نشناختی.